الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد و على آله و صحبه اجمعین. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم. در قسمت گذشته پیرامون دو شرط از شروط یا از ضوابط تکفیر را به خدمتتان عرض کردم. اولا دوباره یک کوتاه اشاره می کنم، این که اولا باید ثابت بشه که فردی که مرتکب عمل کفر میشه این کفر باشه، واقعا کفر باشه. دوم این که وقتی ما خواستیم که حالا فرد مرتکب این عمل کفر شده یا سخن کفری به زبان آورده عاقل و بالغ باشه، یعنی طفل یا کودک و دیوانه نباشه، عقل داشته باشه و بتوانه که میان خوب و بد فرق ایجاد بکنه و تمیز ایجاد بکنه. شرط دوم این بود که گفتیم از روی اکراه نباشه، از روی جبر نباشه، از روی خطا و نسیان و نافهمی نباشه، بلکه از روی قصد و اراده باشه و بدون جبر این کلمه و یا این عمل را انجام داده باشه، این کلمه را گفته باشه و عمل را انجام داده باشه. شرط سوم این است که فردی که مرتکب عمل کفر میشه یا سخن کفری به زبان میآوره بر او اتمام حجت شده باشه. حالا برخی ها هستند که به خاطر نداشتن علم معذورند، نمیفهمند. در یک جامعه هستند که علم منتشر نشده، در یک جای هستند که فضا و جو اونها را کاملا گرفته، اجازه نمیده که بفهمند، اجازه نمیده که بفهمند. شبکه ها در دسترس یک قوم خاصه، تلویزیون ها در دسترس یک قوم خاصه، منابر در دست یک قوم خاصه، آنها هر چی خواسته باشن بر این مردم عوام و بیچاره دیکته میکنن. خب گناه این مردم چیه؟ بیاین ما این مردم را تکفیر بکنیم، بگین همه اینها کافرن، همه اینها مشرکن. تا زمانی که اتمام حجت نکردیم حق نداریم که چون این مرتکب چون این عمل بشیم، حق نداریم که آنها را تکفیر بکنیم. اتمام حجت در آیات قرآن کریم و سنت نبوی صلی الله علیه و سلم و اقوال ائمه و علمای بزرگوار وجود داره که فرد وقتی میخواد تکفیر بشه باید بر او اتمام حجت شده باشه. اولا اجازه بدید که به سوره مبارکه اسراء مراجعه بکنیم. آیت 15 الله متعال میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، میگه ما عذاب نمی کنیم هیچ قومی را تا زمانی که پیامبری را در میانشان نفرستیم. یعنی فرستادن پیامبر در میانشان اتمام حجت بر آنها می باشد، ولی قبل از اینکه بر آنها اتمام حجت بشه آنها را الله عذاب نمی کنه. الله سبحانه و تعالی آنها را عذاب نمی کنه. امام ابن کثیر رحمه الله که متوفی سال 774 هستند، در کتاب تفسیر ابن کثیر مجلد 5 صفحه 52 در تفسیر این آیه میگن که اخبار عن عدله تعالی، این آیه خبری است از عدل و از قسط پروردگار متعال و انه لا يعذب احدا الا بعد قیام الحجه. الله سبحانه و تعالی عذاب نمیکنه کسی را مگر بعد از این که اتمام حجت بشه بر اون، مگر این که قیام حجت بشه بر اون. الا بعد قیام الحجه علیه بارسال الرسل الیه. پس بناهن دوستان عزیز و بزرگوار این خیلی مهمه، به ارسال الرسول الیه. تا زمانی که الله سبحانه و تعالی پیامبر نفرسته و این عدل پروردگاره، هنوز پیامبری به سوی این قوم و به سوی این گروه فرستاده نشده، یک عده خاص اینها را در تحت اختیار خود گرفتن، اجازه نمیدن حرف حق را بشنون، ما اینها را نمیتوانیم تکفیر بکنیم تا زمانی که بر اونها اتمام حجت نشه. آیه بعدی در سوره نساء هست، آیه 165. الله متعال میگه رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. الله سبحانه و تعالی میگه حالا این پیامبرانی که مبشر و منذر هستند فرستاده شدن به سوی این مردم که
لئلا یکون للناس علی الله حجه، تا این که برای مردم دلیلی دیگه نباشه، یعنی حجتی بر مردم تمام بشه، حجت بر مردم تمام بشه، حجتی باقی نمانه، که باز آن وقت در روز قیامت بگن یا الله تو به سوی ما پیامبر نفرستاده بودی. اتمام حجت میکنه الله متعال. امام ابو محمد حسین ابن مسعود بغوی رحمه الله که متوفای سال 510 هستند، ایشان در تفسیر خود که تفسیرشان معالم التنزیل هست فی تفسیر القرآن که مشهور به تفسیر بغوی می باشه، جلد اول صفحه 723، در تفسیر این آیه قرآن کریم نکته بسیار مهم و اساسی اشاره میکنه. میگه که و فیه دلیل علی ان الله تعالی لا يعذب الخلق قبل بعثة الرسل. میگه در این آیه دلیل صریحی است بر این که الله سبحانه و تعالی خلق را و مخلوقات را عذاب نمیکنه قبل از اینکه پیامبر بفرسته، قبل از اینکه رسولی فرستاده بشه که دعوت بکنه آنها را به سوی حق و آنها را از باطل باز بداره. امام ابن تیمیه رحمه الله هم در این مورد حرف بسیار خوبی داره. از میان علما امام ابن تیمیه را انتخاب کردم و امام محمد ابن عبدالوهاب، به خاطر اینکه این دو نفر زیاد مورد تاخت و تاز اهل بدعت قرار گرفتن و بر اینها را متهم میکنن که گویا اینها تکفیری بودن و مردم را تکفیر میکردن. به این واسطه ایشان را انتخاب کردم که قولشان را به خدمت شما عزیزان بخوانم. امام ابن تیمیه رحمه الله متوفی سال 728 هستند، از علمای قرن هشتم هستند. میگن که من کان مؤمنا بالله و رسوله مطلقا ولم يبلغه من العلم ما يبين له الصواب فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها كفر. میگه که کسی که به الله ایمان بیاره، به پیامبرش مطلقاً ایمان بیاره، ولی برایش علم نرسیده، علمی نرسیده که بتوانه میان حق و باطل فرق ایجاد بکنه، علمی برایش نرسیده ما یبین له الصواب تا اینکه حقیقت برایش واضح بشه، فانه لا یحکم بکفره، به کفر این نفر حکم نمیشه، ما حکم نمی کنیم که این نفر کافر هست، حتی تقوم علیه الحجه التي من خالفها کفر، تا زمانی که بر روی اتمام حجتی نشه، اتمام حجتی که اگر کسی مخالفتش را بکنه کافر بشه. اذ كثير من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن الى آخر که این بحث دیگر است. حالا این قول امام ابن تیمیه رحمه الله شیخ الاسلام در کتاب مجموع الفتاوا هست، جلد 12 صفحه 523 و 524. قول دیگری از محمد ابن عبدالوهاب است، کسی که واقعا برای این نفر دیگه زیاد تهمت زده شده که گویا این هم تکفیری هست. جالب بر اینه که این اقوال و این گفته ها که گویا محمد ابن عبدالوهاب تکفیری است در زمان خودش منتشر میشه. به همین واسطه شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله برخی از رسائل داره که به سوی اقوام مختلف و به سوی قریه های مختلف و به سوی مردم مختلف فرستاده تا عقیده و باور خودش را واضح بکنه. برایش تهمت میزدن، حالا این چیزی که بنده میخوام بخوانم، برایش تهمت میزدن که محمد ابن عبدالوهاب فتوا داده که هر کس پیش من هجرت نکنه و به جایی که من هستم هجرت نکنه و نیایه او کافره. محمد ابن عبدالوهاب بیچاره میایه میگن نه این حرف دروغه، من همچون حرف نزدم. ببینین که شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتابش، در کتابی که حالا جمع شده ازش، این رسائلش را جمع کرده، چی میگه؟ ایشان در کتاب که مشهور فتاوا و مسائل ایشان هست، فتاوا و مسائل ایشان هست، ایشان میاد این نکته رو عرض میکنه، میگه که و اذا كنا لا نكفر من عبد الصنم، میگه مادامی که ما تکفیر نمی کنیم کسی که بت بپرسته، الصنم الذي على قبر عبدالقادر، بر بتی که بالای قبر عبدالقادره یا بر قبه‌ای که بالای قبر عبدالقادره، اون قبه را کسی عبادت میکنه، میگه من اون را تکفیر نمی کنم. کی میگه؟ محمد ابن عبدالوهاب. و الصنم الذي على قبر احمد البدوی، و اون قبه یا اون بوتی که بر روی قبر احمد بدوی قرار داره، من او را تکفیر نمی کنم کسی اون را عبادت بکنه. و امثالهما لاجل جهلهم، چرا اونها را تکفیر نمی کنم؟ لاجل جهلهم، چرا که اینها جهل دارن، نمیفهمند، از روی نافهمی این کار را انجام میدن. و عدم من ینبئهم، یا در برخی از نسخه ها آمده و عدم من یفهمهم،
کسی که اونها را نیست، کسی اونها را بفهمانه، کسی نیست که اونها را متوجه بکنه به این عمل کردشان. و عدم من ینبئهم، و کسی نیست که آنها را بفهمه. به خاطر جهلشان و به خاطر اینکه کسی نیست آنها را بفهمانه، میگه من اینها را تکفیر نمیکنم. حتی اینکه قبه قبر عبدالقادر جیلانی و احمد بدوی را کسی عبادت بکنه، میگه من محمد ابن عبدالوهاب و پیروان من کسی اینها را تکفیر نمیکنه. به خاطر جهلشان، به خاطر جهلی که دارن و به خاطر اینکه کسی نیست اونها را بفهمانه، به خاطر این کسی نیست که اونها را متوجه بکنه و آگاه بکنه که این عمل کفره و این عملی که تو انجام میدی درست نیست. فکیف نکفر من لم یشرک بالله اذ لم یهاجر الینا، اذا لم یهاجر الینا. میگه چگونه ما تکفیر میکنیم کسی که به الله ایمان داره، به الله شرک نمیورزه، در حالی که اون گذشته اعمالی که گذشته انجام میشد اونها شرک بود، من اونها را تکفیر نمیکنم به خاطر اینکه بر اونها اتمام حجت نشده و کسی نبوده که اونها را بفهمانه و به خاطر جهل این کار را انجام میدن. چگونه من تکفیر میکنم کسی که شرک نمیورزه و به سوی ما هجرت نمیکنه؟ یعنی چی؟ بعد در ادامه میگه سبحانك هذا بهتان عظیم. والله قسم، این الله پاک است و واقعا این بهتان بزرگی است، این تهمت بزرگی است که بر من محمد ابن عبدالوهاب زده شده. پس بنابراین دوستان عزیز و بزرگوار، آنچه که ما نتیجه میگیریم این است که اتمام حجت باید بشه. شرط اول عقل و بلوغ، شرط دوم اختیار و از روی اختیار و بدون اکراه باشه، و شرط سوم این که فردی که انجام میده از روی جهل انجام بده و عذر به جهل داشته باشه و بر او اتمام حجت نشده باشه. با وجودی که عمل کفر انجام میده ولی ما نمیتوانیم آن را تکفیر بکنیم. شرط چهارم این که فرد متأول نباشه یا مجتهد نباشه. حالا زحمت میکشه، به الله ایمان داره، به پیامبر ایمان داره، ولی به اسلام باور داره، اما اجتهادی کرده و بر اساس اجتهاد خودش به خطا رفته. به خطا رفته، به سرحد کفر، یعنی به سرحد رفته که وارد کفر شده، وارد شرک شده. یعنی اعمال کفری و اعمال شرکی را تایید میکنه بدون اینکه بفهمه، بدون اینکه کسی او را متوجه بکنه که درسته تو فهمیده هستی و میفهمی ولی این عمل تو کفره، این عملی که انجام میدی یا این حرفی که تو زدی این حرف تو کفره، ولی تأویل میکنه، اجتهاد میکنه به تعبیر خودش. در این صورت در حقیقت دوستان عزیز و بزرگواران، چی که از نصوص شرعی برمیآید عذر در تعویل برخی از آیات و احادیثی است و همچنین عمل پیامبر علیه السلام. اولا اجازه بدید که آیه قرآن را بخوانم. الله سبحانه و تعالی میگه که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا الله ما را مؤاخذه نکن بر آنچه که فراموش بکنیم و بر آنچه که از پیش ما خطا انجام میشه. این آیه در سوره مبارکه بقره، آخرین آیه سوره مبارکه بقره، آیه 286 است. و بدون شک تعویل خودش خطاست، یکی از خطاهاست. تعویل خودش یکی از خطاهاست. فرد تعویل میکنه یعنی بدون اینکه عناد داشته باشه. حالا برخی از مردم هستن و برخی از افراد هستن علم داره و میفهمه که حق به جانب دیگر هست و میفهمه که این اجتهادش و این حرفش غلطه، اما دنبالش میره. این فرد رو ما نمیگیم. فردی که نمیفهمه و تعویل میکنه و فکر میکنه واقعا به حقه. ابن عباس رضی الله تعالی عنه از پیامبر علیه السلام روایت میکنه، حدیث در سنن ابن ماجه هست، حدیث 2045 که رسول الله علیه السلام میفرمایند ان الله وضع عن امت الخطأ، الله متعال از امت من خطا را برداشته و نسیان، فراموشی و ما استکره علیه و آنچه که بر اونها اکراه میشه، الله متعال اینها را از امت من برداشته. و از عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم هم ثابت میشه که پیامبر علیه السلام کسانی که تعویل میکردن اونها را مؤاخذه نکردن. مثلا داستان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 4339، که پیامبر علیه السلام خالد ابن ولید را میفرستند به سوی بنی جزیمه، یکی از اقوام هست، میفرستند که آنها را به سوی اسلام دعوت بکنه. خب به اینها گفته میشه که حالا داستانش طولانی هست که اینها یعنی وقتی که به هر حال
چون حدیث ابن عمر رضی الله عنهما نقل میکنه، در او سفر عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما هم هست، بر اونا گفته میشه که شما بگید اسلمنا، یعنی ما ایمان آوردیم، مسلمان شدیم. ولی ابن عمر رضی الله عنه میگه فلم یحسنوا ان یقولوا اسلمنا، اینها نمیتوانستن، یعنی به زبان اینها نمی آمد، درست نمیتونستن بگن اسلمنا، میگفتن سبعنا سبعنا. و خالد ابن ولید فکر کرد که اینها میگن نه ما قبول نمی کنیم، اینها به دنبال کفرند، اینها به دنبال کفرند، یعنی میگن ما دین کفر را قبول کردیم. در اینجا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه اونها را میکشه و برخی از آنها را اسیر میگیره، برخی از آنها را اسیر میگیره، تا این که به نزد رسول الله علیه الصلاه و السلام ابن عمر میگه که خالد گفت که بکشین اسیرا را، میگه من گفتم نه من نمیکشم، اصلا نمیکشم، چون این کاری نمیکنم. تا اینکه میگه در نزد رسول الله علیه الصلاه و السلام آمدین، وقتی به نزد پیامبر علیه الصلاه و السلام آمدن، پیامبر علیه الصلاه و السلام چی گفتن؟ اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد مرتين، گفتن که ای الله من به تو پناه میبرم، یا الله براءت و بیزاری میجویم از عملی که خالد ابن ولید انجام داده. دو بار پیامبر علیه الصلاه و السلام این دعا را کردن، اللهم انی ابرأ الیک مما صنع خالد مرتين، دو بار رسول الله علیه الصلاه و السلام این را گفتن. حالا دیگه دهن روافض وارفت که بله والله خالد ابن ولید این گونه بوده، پیامبر این گونه گفتن، در صحیح بخاری آمده. بله در صحیح بخاری آمده، اما عقل کجاست که عقل را اینجا حاکم بکنیم؟ اینجا را دقت بکنید، این حدیثی که شاید روافض بر علیه خالد ابن ولید استدلال بکنن بر خودشان برمیگرده، چون رسول الله علیه الصلاه و السلام نمیگن یا الله به تو پناه میبرم، یا الله بیزاری میجویم از خالد ابن ولید، بلکه میگن مما صنع خالد ابن ولید، آنچه که خالد انجام داده. بیزاری جستن از نفر یک چیز هست، بیزاری جستن از عملی که نفر انجام میده یک چیز دیگری است. پس تفاوت است میان این دوتا. رسول الله علیه الصلاه و السلام خالد ابن ولید را مؤاخذه نکردن بر این کار، بر او حکم جاری نکردن، بلکه از عملی که انجام داده بود و به تعبیر ما حالا تعویل کرده بود، اجتهاد کرده بود خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه، رسول الله علیه السلام فقط از اجتهادش و از تعویلش و از عملی که انجام داده بیزاری جستند، نه از خود خالد ابن ولید، بلکه خالد ابن ولید را سیف الله گفتند، شمشیر خدا. و همچنین داستان‌هایی در این مورد زیاد است که رسول الله علیه السلام با اصحاب خود وقتی که آنها تعویل می‌کردند آنها را مؤاخذه نمی‌کردند. در احادیث صحیح موجود هست، چی در ابواب فقهی، چی در همچون ابواب مثل مسئله جنگ و مسئله قتال و مسئله جهاد و این موضوعات. پس بنابراین دوستان عزیز و بزرگوار، شرط چهارم اینه که فرد متأول نباشه، ولی اگر تعویل میکرد و اگرچه در این مورد نصوصی هم از علما موجوده که علمای بزرگوار رحمهم الله در این مورد حرفهایی زدن، ولی فکر میکنم که آیه قرآن کریم و حدیثی از پیامبر علیه السلام یا دو حدیث از رسول الله علیه السلام، یکی گفته رسول الله علیه السلام بود و یکی هم آنچه که عملکرد خالد ابن ولید را بیان میکرد، به خدمت شما عزیزان و بزرگواران نقل کردم، انشاءالله که کافی باشه. اجازه بدید که بینندگان عزیز و گرامی از خدمتتان رخصت بشم و یک کوتاهی از این موضوع باقی مانده که انشاءالله در قسمت بعد اگر الله متعال خواست به خدمت شما عزیزان و بزرگواران آن را نقل قول میکنم. فقط اینجا بفهمید که اولا ما گفتیم که فردی که عمل کفر را انجام میده اولا باید ثابت بشه که اون عمل کفر باشه. بعد از اینکه ثابت شد باید شرایطی در وجود این فرد معین و مشخص باشه که ما او را تکفیر بکنیم. اولا اینکه ما میگیم که فردی که مرتکب کفر میشه باید عاقل و بالغ باشه. دومی که اختیاری باشه و با قصدی کار را انجام داده باشه. و سوم این که فردی که این عمل را انجام میده یا این گفته را تکرار میکنه به شکل نباشه که حالا به هر حال چنانچه ما برخی از روایات را به خدمت شما عزیزان و بزرگواران نقل کردیم متأول باشه، یعنی تعویل بکنه، از روی تعویل این کار را انجام داده باشه و مرتکب حالا اجتهاد کرده باشه، از روی اجتهاد این کار را انجام داده باشه. و شرط دیگری هم که به خدمت شما عزیزان و بزرگواران نقل کردیم. این چهار شرط در حقیقت از جمله شرایطی است که باید ضوابط و شرایط وجود داشته باشه در فرد معین
تا اینکه ما فرد معین را تکفیر بکنیم. باز هم تاکید میکنم که عزیزان به این نکات بسیار دقت بکنن و اینها مهمه و اساسیه. تا برنامه بعد و قسمت بعد که انشاءالله در خدمت شما عزیزان قرار خواهم گرفت، همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.